یگان چیز خوردنی بیارد. از دین روز باز با دهانش هیچ چیز نگرفته است. نمیخواهم. دلم نمیکشد. یگید وقتی خوی رو خوردنی کودک رسید. من رو میگیرم. احوالمون رو ببینید. دخترمون رو به خاک میسپریم. از پیسرمون یگون خبری نیست. خدایا این امتحانی سخت به ما قوت بده. کاری خوب هدایت نمو. سردارم، از تنچری لعنتی یگون خبری نیست. چی نگاه دارید لعنتی ها؟ چی میخواهید؟ زنت چیکار کرده باشد؟ شاید کیها مرده است. ممکن که همسایه ها پیدا کرده باشند. باید گویم کودکت حتما مرده است. توپگاه در اینجا نمیمونم. رفتنم در کار. پیش از رفتنم تو را به نزد زنت میفرستم. آنگاه در قبرستان دیگر از هم جدا نمیشوید. خدایا این درد لعنتی تمام نمیشده باشد. این انگشتان رو پیدا کردیم. اصلا مهمش این که سلاح را از که گرفته است میدونیم. کی بوده است؟ یک نفر با نام حامد ال است. از پس پیدا کردن جایزی ایستش میباشیم. بله؟ حامد ال رو پیدا کردید؟ در کجا بوده است؟ قاسم پاشا کوچه قبیلچیم. تو مالش؟ این بچه به کجا می رود؟ یه نجیب یه شد؟ کلیدی ماشین رو گرفته رفت. به خونه حامد ال می رود. یگید نجیب یعنی جایتون چه رو میدانی حامد ال است؟ این خیال باشد با من هم میگویی من او را یافته البته به جهنم میفرستم.
انشالله به عقلی نمیکنی. اشکالی که نباشه دورو داشتنم در کار. بچه ها من چی گفتم تو برو به طرف شما خانه حامد لز را نمیدانید؟ اما در اون جامعه تشکر. بیاید گزیر رو سر کنیم بچه ها. اوها چی گپ شد در این سحری بر وقت خانه را به سرمون چپه میکنی؟ پدر سگ تونچر در کجاست؟ من تونچر پونچر رو نمیشینم. را گرد لعنتی. به خدا نمیدانم اکا. را گرد. به خدا نمیدانم اکا. گفتم که نمیدانم قربانت شوم اکا. با من گوش کن. حاضر مغز سرت را در اینجا پاش میدهم، فهمیدی؟ حرام میموری لعنتی. برادر التماس نپرا. گبزن نباشد لعنتی، گبزن. تو برو گیر زودتر گیر. انم خیلی خنده تازم. بچه ها نفری که از این ماشین فرامد به کجا رفت؟ اما به اون طرف. گبزن به تو گفتم، گبزن. به خدا نمیدانم برادر، دانم نمیگویم مگر. یگید چیکار کرده ایستاده ای؟ سلاح را پایان کن. اکا من رو خلاص کن از دست این وسواسی. تو جمشین گپ نزن. به من دروغ نگو حامد لز. حاضر تا 3 حساب کرده قلنگ را زیر میکنم. 1 برادر رحم کن به من 4 فرزند دارم برادر. یگید با خود بیا. حاضر تیر از پیشانیت در آمده مغز سرت را پاش میدهد. اگر از من پرسن که چرا این طرف کردی میگویم که خسکم و جهان پاک. 2 برادر التماس برادر. یگید کافی سکنون خون نیست این کارا. با خدا سلاح را پایان کن. 3 حامد لز. تلفن با من زنگ میزنند. با او شناسنامه و حجت تیار کردم. کی زنگ میزند؟ نمیدونم، به خدا نمیدونم. او با من زنگ میزند. از فکرت برور دکتر. نباشد تو را در اینجا ریزه میکنم. بعد رفته زنت را یافته او را ریزه میکنم. اگر زنده باشد فهمانده توانستم. قیچه را برای بریدن دکه گرفتم. به دستت چی شد؟ کارات نباشد، با تو دخل ندارد. این پی سوختگی کارات نباشد گفتم. با سیگار سوزاندن دمیتر نه؟ یک بیمار داشتم او هم دستانش همین طور بود. یعنی تو هم خودت رو به عذاب دادن هوس داری؟ این را من نکردم. کی کرد نباشد؟ پدرم. مثل این کودک بودم. نیمی شب مست به خانه می آمد. اول مادرم را می زد. پس اون برای ذوقش من را از خواب بیدار کرده می زد. بعضی وقتها در بدن من و برادرم سنجر سیگار می کشت. برادرم گریه کرده. اکا التماس من را تنها نگذار گویان زاری می کرد. در آخر یک روز با برادرم سنجر یک جای گریختیم. پدر چیکار کرد؟ چند سال پس باری آخر را دیدم در زیر نظارت دکتران. به زیارتش رفتم. خیلی عجیب. من رو دید گریه کردن رو سر کرد. کمی گپ زدیم. بعد او را کشتم. با دستم آهسته آهسته. کمی جنبید. پدرت رو کشتی؟ در بیماریش کشتی؟ بله. چی شد؟
فکر کردم که مثل وی بر این آدم ها باید زندگی نکنند. برای همین کشتم و پشیمان نیستم. خیلی ذوق بردم، خیلی. در اینجا یگان کس هست؟ در اینجا یگان کس هست؟ صداگارا رو سراخت میکنم. یگان کس هست؟ یگان کس هست؟ سبیر بکنه بینیم یگان کس باشد. به خدایا این ماشین است که باشد. در اینجا یگان کس هست؟ واه 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 واه. ببینید اکثر این سلاح ها استفاده برده شدند. میدانید سردارم که آنها استفاده میبرد. قاتلان پلیس. کو بیا حامد لاس، تو را در امنیت کمی مهمون کنیم. مهمان یکم را البته. دیگه درست میگوید. اما اگر به ما یاری رسانی، پروکرور این رو به حساب میگیرد. اکا سگد میشوم. چیزی خواهی اکا، در امرت هستم سردار. برید این حریف را. اطاعت سردار. چه خصلتی بد دارن اینها؟ در دستشون سلاح باشد شیر، اگر به دست رفتن شر نکرده سگت میشوند. چیکار کردی؟ باز تیردون برآوردی چی؟ این دفعه کاری شوخی نیست سردارم. وی سگ را یافتن برای من قرض است. تو رو چی جدی کشتنی بودی؟ کجا شدی؟ 1 ساعت باز انتظارم. فکر کردم اینجا کسی هست اما کسی نبوده است. بیا رفتیم، کار از موی سر زیاد است و تو میگردی. بیا رفتیم. تونشر با تو ساعت چند باید زنگ میزد؟ نمیدونم سردار، به خدا نمیدونم. به من نگاه کن. لبای گوش کن. تونچر زنگ زند جای واخوری را انیق میکنی. تمام حجت ها تیار میگویی. اگر پرسد که از کشور به خارج خیل میروم چی گویم؟ نیمی شب از ساحل امینانو یک قایق آمده میگیرد، به اخرکپی به نزد یک کشتی میبرد میگویی. فهمیدی؟ احتیاط کن حامد لاس، بازی نکن. نباشد بر سرت چی میآید میدانی. فکر زندگیت را بکن. اگر در حبسخانه پوسیده رفتن نخواهی. اگر مبادا گریزد و او را دیگر نیابیم، قصدمون را از تو میگیریم. با او احتیاج داریم. جای الپرین را تنها او میداند. فهمیدی؟ فهمیدم. جواب ده، صدایش را بلند کن. الو. بیار چخل تو؟ چخل آدم هستی؟ نه زنگ بزنی نه میپرسی. کمال، حاضر من بند هستم. بدتر گپ میزنی میلش. فهمیدم میلش. سردار، تلفن استفاده برده تونچر رو انیق کرده. بسیار نقص. زود از پی شوید. فهمو؟ اطاعت سردار.
باز کمی طاقت کن تونجر. همش میگذرد. بعد شاهی جهان میشوی. وقتش آمد. حامد از گریختنی مرا حل کردگیست. زنگ زنم کنی؟ لعنتی تلفن را افتاندم. نومدی کار رو بی. نخندید لعنتی ها. خونی هر دوید رو میرزانم. نخندید لعنتی ها. نخند. سردارم، این آدم به من نقل نیست. چطور میتوانیم به او باور کنیم؟ انتظار شای معلوم میشود. حاضر غیر از باور کردن دیگر چاره نداریم. خوش معلوم شد؟ نه سردار، یگان ماش پیدا نکردیم. خاموش است. تکرار کنید. نشود. باز تکرار کنید. ایتوال سرکمسر. چی میخندی لعنتی؟ نخند. نخند با تو گفتم. نخند لعنتی. چشمه دیدی؟ دکتر از خنده بسیار مرد. بیچاره خیلی جوان بود. حیف شد. افسوس حیف شد. بیایید همدردیمون رو قبول کنید. خدا الهی جایش رو جنت گرداند. باورم نمی آید و چشمم باور نمی کنم. همش می گذرد هنرپا. چه خیلی می گذرد که روز؟ یک روز گذشت و هنوز از الپرین خبر نیست. نجیب که البته می یابند. هر وقت زنگ زنم نجیب باز کمی طاقت کن، صبر کن می گوید. این خیلی نگوید هنرپا. اکای نجیب هم مثل شما غم خورده ایستادند. غم خورد یگان کار کند وگرنه من یگان کار می کنم. اپا خدایا اپا ایستید. آخه چی کار کرده ایستادید هنرپا؟ اپا ایستید. هنرپا آخه چی کار کرده ایستادید؟ التماس مرا از راه نگردانید. اپا این کارو نکنید. نجیب کم مییابند البته. معنای آن را دارد که یگان کار نکرده است. شما دخالت نکنید. تمام وجودم میسوزد. نباشد به ما بگوید که با این حالتون به کجا میروید؟ به کجا میروم؟ به جستن پسرم. تو هم مثل او مردن میخوایی چهارچشمه؟ پیش از مردن مگر چیزی میخواهی گفتم؟ من از تو نمیترسم. هیچ نمیترسم. زوری تو با کودکا و فزارکا میرسد. جیمشی لعنتی.
مردی مگر؟ مرده باشی مردن گیر. حال گریه کردن ندارم. با من خدا حافظ. با گور کردن وقت ندارم. گور کردنتان را با پلیس ها میمونم. بشرم را باید درست کنم. سردارم تونچر زنگ نزد. امید من هم نمونده است. اما در دستمون یک بیانات این هیلگر است و خلاص. تونچر باشد که ها باز گریخته رفته است. زنک؟ چی شد اپای هنر؟ هیچ چیز نشده است یگید، هیچ چیز. چیکار میکنی زنک؟ تو چیکار میکنی رفیق نجیب؟ پسرم چند ساعت باز نیست. تو باشی صبر کن. کمی ماند میگویی. اپا آرام شوید. هرچی از دستمان بیاید میکنیم. خلیدی که کودک شما را دزدیده است. زنی مرا کشته است. یعنی الپرین همورت میگویی این رو میخواهید. وقتی که مرد بد مییابید. وقتی که مرد. زنک گپی که از دهانت میبرد گوشت میشنود. تو مادر باشی من هم پدرم. دل سنگی ندارم به فکرم. کنی تو به این طرف گذر. تونچری لعنتی اگر به دستم افتی میده نکنم نامم یگید نباشد. سلامت باش. تلاوت قرآن انشاءالله بعد از ادای جنازه. تشریف انتظاره. کی راست مادری حلیمه؟ همدردیمون رو قبول کنید. دوستان سلامت باشند. خدا صبری جمیل دهد. دردمان وزنی. حلیمه با ما مثل خواهر بود. حلیمه رو با لباس عروسی ندیدیم. در تقدیرمون با کفن دیدم بوده است. مرحمت به درون باید. زنک صحت هستی؟ او اینجا آقل نکو. چکلی که خواهی هجوم میکنی؟ ببخش نجیب. اینجا کجا بودنش به من فرق ندارد. من پسرم رو میخواهم. لازم شود همه ای در رو میشکنم. در درون مامورهایم هست. آخر من اینجا سردارشم. من هم مادرم. میفهمی سردار نجیب؟ من هم مادرم. در پهلویت یک مادر است. یک مادری که دلش پر از درد. تو هم باید قاتل را یابی سردار نجیب. چیزی که به دهانم میآید میگویم. میفهمی؟ فهمیدم شهروند خانم هنر. چقدری که میخواهید داد زنید. ببخش مرا نجیب. من تنها پسرم را میخواهم. اگر پسری مرا مثل حلیمه کشد چی؟ از اون که پسری یگانم را به خاک سپارم. خدا جان. از دهانت شمال برد زنک. گپی خوب بگو. فلاکت را نیار. خیلی میترسم نجیب. اگر او رو دیگر نبینم چی؟ زنک التماس خودت را به دست گیر. میبینی که خدا لطف میکند. امیدت رو نکن. انشالله صاحب سلامت پسرم را پیدا میکنی. پسرم را یا التماس. گوش کن. من پسرم را با آن حریف نمیگذارم. تو فکر نکن. باز کمی صبر کن. این هم یک امتحان است. می آید و می رود. خدایا این زن کی است؟ مادرش. خدا به هیچ کس درد فرزند ندهد. آخر مادرش رو نگاه در پناهت نگه دار. اکنون کی به او نگاه میکند؟ خدایا توبه. چه روزی سخت. مادر مرحمت خولا.
بدبختکی من یتیم موندی جانکم. مادرت شهید شد. خاله جان شما هم مادری شهید شدید اکنون. خودش میدونه که هممون میسوزن. این دردی مشکل لیکن شهید شد گفته طاقت میکنی. اگر بهوده مرده میره چی میشد؟ همه وقت دعا میکرد که شهید شوم. دعایش قبول شد. کار تقدیر چی میشود غیر از خدا کسی نمیدوند. که جنازه‌اش رو میبرند؟ اول در وزارت امنیت جمامت میشود. بعد از پیشین میبرند. باز کمی طاقت کن. خیلی که گفتند صبح کاذب آغاز نور سحر است. سرشوی نور سحر صبح امید نزدیک است زنک. با من باور بکن. میلش باور میکنم. با من وعده دادی. وعده میدهم. وعده نجیب. سردار تونچر زنگ زد. حاضر در تلفن با امید صحبت میکنه. تلفنی داده در را بافتید. حاضر از بیرون زنگ میزنم. حرکت کن که جایش را معاین کنی. تو جایت را گپ زن، من حجت ها را به آنجا بیارم. این خیلی نمیشود. پیش از رفتن چند کارم است. اول آنها را باید حل کنم. چنانه که گفته بودم. مثل دفعه گذشته نیمی شب در تگ همان پول. همین خیل. احتیاط کن. چشمت را خوب بشو. خب وقتی که به تو شناسنامه را میدهم به ساحل امینانو میروی. از آنجا تو را یک قایق میگیرد اما کشتی را حل کردی؟ بله، قایق تو را به کشتی که در اخیر کپی است میبرد. اولی جناب، این کار حال شد بچه لذی. شب میبینیم. حاضر در کجایی؟ در جهنم. منکر نکر شدی مگر؟ در کجایی نباشد به تو چی؟ کسل از چی؟ مرا ببخشید. دخترتان را نجات دادن نتوانستم. زنت هم کشید هم حق دارید. هیچ چیز نمیگویم. آخر شما هم به من مادرید. یگید اکا ما در پیش تقدیر خداوند کی هستیم؟ چه خیل زدم؟ شما هم فرزند او میشوید. شما هم خیلی غم میخورید. غمگین بودن کم است. میمردم خوبتر میبود. دیدید جان شما هم میسوزد. لیکن این یک مادر است. باز یک مادره که احساسش رو بیان کرده نمیتواند. او دیگر خیلی میسوزد. Bardoraydı. Bir sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle Dikkat. yendik. Basar Kit, Bardoraydı. Haktan aldık, kor ateşlerle. Keskin marosimi motam, kadam zane. Marş. Diridah, diridah, haydar, diridah, diridah, haydar, diridah, diridah, haydar,
داره. برای سلام آماده شو. ساکت ایست. به طرف راست گرد. قدم زنید. مارش. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle شما را برای حرمت شهید حلیمه روح النور و همه شهیدهایمان به یک دقیقه راست ایستادن دعوت می‌نمایم. ترجمه حال حلیمه روح النور را می‌خوانم. حلیمه روح النور سال 1980 در انقره تولد شده، سال 2000 ختم کننده مکتب عالی اتیلر پلیس شده است. اولین وظیفه‌اش در مدیریت امنیت استانبول شروع شده است که با نوبت اینهایند: خدمت‌های پیشگیری، سردار گروه مرکز پلیس، سردار شعبه جزاهای وزنین و در آخر سردار شعبه کمک. روح النور با کارهای پرموفقیتش خیلی افتخارنامه ها، مکافات ها گرفته، در وظیفه‌اش با دقت بوده و با فداکاریش دائما نمونه شده است. حلیمه روح النور به حیات عائلوی قدم نهاده، روزی که به جهان خانه‌دار شوی داخل میشد شهید شد. مکانش جنت شود. Amaki doktor. Amaki doktor. Xezet. Amaki doktor. حاضر سخن را به سردار حلیمه روح النور از همه همکار نزدیکش سردار مدیر امنیت نجیب یلمز میدیم. من سردار امنیت نجیب یلمز. دوستان محترم، امروز در اینجا یک دوستی نزدیکمون رو، خواهرمان رو برای ابدی گسیل میکنیم. دردمان زور است، لیکن اون آرزوی هر یکی ما است که مثل حلیمه روح النور شهید شویم. برای همین سرمان بلند است. مثل حلیمه در دولتمان هزارها پلیس است که در این دولت بر ضد همه گونه جنایت ها و اخلاقی و ناحقی جنگ را دوام میدهند. مبارزه بی امان میبرد. حلیمه خداداد از ما جدا شد، لیکن برای ما نیست نشده است. برعکس به ما بردباری ها آورده است. هر یک شهیدمان برای تازه کردن این زمین و مثل تخمی در خاک سپرده شدند. برای همین شهیدهایمان این نور آینده درخشانی مایند. خواهر شهیدم را از فرزند خود جدا نمی کنم. خدا رحمتش کنه. به همکارانش و نزدیکانش صبر جمیل آرزو می کنم. به همه کارمندان تشکیلات همدردی خود را بیان می دارم. در مزار با نور خواب رود. خدا رحمتش کنه. جایش جنت باشد.
حاضر برای ادامه مراسم سخن را به مدیر امنیت شهر محترم جلال‌الدین جراح میدیم. امروز در اینجا برای براهی ابدی گسیل نمودنی شهید حلیمه روح‌النور جمع آمدیم که به مقصدش رسیده است. پلیس قهرمان ترک باز یک فرزندش را از دست داده است که بر ضد جنایتکاران می جنگید. آنهایی که این مصیبت را به ما آوردند قاتلها، گروه های جنایتکار و گروه های تروریستی این را فراموش نکنند که پنجه عقابوار پلیس ترک دائما به گریبان افلاس آنها پنجه میزند. پلیس ترک امروز با خلقش یک جایه در خدمت مردم بوده، با خدمتهایش در دنیا از همه تشکیلات پرقوتترین به حساب رفته به وطن، ملت و پرچمش برای جان دادن آماده است. به مانند حلیمه روح‌النور ما را شهید کنند هم، به کارهای حرامشان کامیاب شوند هم، دنیا دیگرگون شود هم. نفرانی که مثل حلیمه و برادرانی که جانشان را در راه حقیقت نثار میکنند همچو دریا بی پایان است. یک حلیمه را به خاک سپاریم، هزار حلیمه دیگر از پسش می آید. امروز حلیمه به نزد حق تعالی می رسد. همه شهید شدگان را خدا رحمتشان کند. به نزدیکان شهید و همکاران تشکیلاتمان همدردی عمیق بیان میکنم. هرچند که ما امروز با حلیمه ودا میگوییم، مهر او، کارنمایی های او همیشه در یادهای ما باقی میماند. روحش شاد و مکانش جنت شود. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, yüreğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. Haydar dirida, برای سلام آماده باش. Haydar ساکت. dirida, بردارید. Haydar dirida, dirida, Haydar dirida, dirida, Haydar dirida, dirida, Haydar dirida, بچه dirida, دقت کنید. با آهنگ مراسم ماتم و پیش. دادا در کجا هستی؟ اما که دکتر التماس نمورد، چشمانتو نکشید. اما که دکتر التماس، اما که دکتر، اما که دکتر نمورد، اما که دکتر. چی شد؟ اما که دکتر توقت کنه. Come
یگیت خودت رو به دست گیر. با مردن نمیمورم. من اکنون چیکار میکنم سردارم؟ 40 تا خط میکنم. فراق مثل هر روز 1000 بار مردن هست میگویند. طاقت میکنی. خدا با هیچ کس مجبورم مصیبت رو بار نمی کند. بیا رفتیم اکنون. سردارم من باز کمی ایستم. مایلش اما این وضعیت را قبول کردن در کار. نباشد درونت پر از اسیان می شود. اینکه در طوفان بحر غرق شده رها نمی‌یابی. این را فراموش نکن. تو را در خانه منتظر می شوم. آبریزم ریز دادر جان. زودتر رفته برای تلاوت قرآن آماده شدنم لازم. نجیب تو هم میروی؟ متاسفانه من لباسهایم رو عوض کرده به امنیت برمیگردم. میدونی که شب کارمان است. نجیب چرا تو میشب انتظار میشوید؟ حاضر رفته گیری دور رو. جای او را نمیدانیم. تنها با یک نفر او میخورد این رو میدانیم. اپای هنر با شما گفتم که کمی صبر کنید. آخر نجیبک از پس همین کار هستند. بیاید رفتیم. تمام شد. مرحمت. تشکر. وعده میدهم تا آن پلیدی را که جای تو را خاک سیاه کرد به جهنم نفرستم آرام نمییابم. انتقامت را میگیرم حلیمه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خدایا میبخشم ثواب و ثمره سوره جلیل قرائت شده را روح پاک پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روح شهیدان اعلی را قبول گردان. روح همه شهیدان را شاد گردان. خدایا امروز به نزدت شهید حلیمه روحونو را گسیل کردی. به جنتی برینت قبول نما. آمین آمین آمین. الهی آمین. به حرمت سید المرسلین الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. الفاتحه. سلام بر محمد. خدایا دعاهایی که به حرمت پیغمبر کردیم قبول فرما. عذاب قبر را برای هممون آسان کن.
خدایا پسر یگانه‌ام را ساق و سلامت به ما رسان. آمین. نجیب تو میروی؟ بله، این شب خیلی شب مهم است. برای آلپرین را از دست وی جانور خلاص کردن تیاری میبینیم. دادا التماس دارم رو یابید. تو غم نخور دخترم، انشالله میابیم. تو رفته با پیکی روزت کمک رسان. با خواست خدایم شب سرت رو به تو میرسانم. اگر او را نیابی از این دروازه به داخل قدم نمیمانی سردار نجیب. امشب از من هستی تنچر. تو را از دست من کسی نمیگیرد. بفرمایید سردارم. چی شد؟ جنگ سر شد؟ هنوز نه، اما امشب سر می شود. کاش که بر وقتر خبر می دادی. کمی مشق می کردم. خوش؟ کی با کی می جنگد؟ بدها با خوبها. تو در کدام طرف باشی؟ امشب کاری بده می کنم، اما به خاطر خوبی. تو چی ها می گویی؟ خودت می فهمی؟ ببخشید سردارم، قاتل حلیمه در آزادی گردد و من چون تماشابین بمانم طاقت تحمل این را ندارم. اکنون به اخبار جنایی این ساعت توجه نمایید. تماشابینان محترم، امروز در امنیت جنازه شهید حلیمه روح‌نور شده بود و بعداً او را به مزار شهیدان پلیس ادیرنیکپی بردند. مدیر امنیت شهر جلال‌الدین جراح در جنازه‌اش اشتراک کرد. همکاران و دوستان، نزدیکان و عائله شهید در راه آخرین سفرش او را تنها نگذاشتند. دندان به دندان، خون به خون. در وقت نکاح حلیمه روح‌نور را کشته و آلپرین یلمرز را گروگان گرفته، جنایتکار تونچر چتین گریخته است. جستجویش ادامه دارد. کسانی که او را لعنتی ها یک مراتب هم عکس زیبایم را نشان ندادند. خواهش میکنیم فوراً بیا کمی در اینجا شینیم. نگاه کن یگید، اما این نشان را چرا دادند؟ برای دستگیر کردن گناهکاران. دستگیر کرده و دست عدالت سپاریم گفته. فراموش نکن، با خودسرانه ویران کردن قانون این بر ضرر دولت است. ما آدمان قانون هستیم، آدمان قانون، میفهمی؟ این پلید در وقت نکاح همسرم را کشت. چی؟ یعنی انتقام باید گیریم؟ هر روز در مملکت صدها نفر را میکشند.
آدم زیاد است. نزدیکان هر یک آنها انتقام گیرند چی می شود؟ این خیل حرامی ها در کوچه نباید گردند. هر ثانیه غضبم می افزاید. نفری که غضب دارد عقلش از سرش رفته است. آدمی بی عقل نه با دین می شود نه با عدالت. سردارم او باید بمیرد. شین سردارم شما چیکار میکنید؟ سردارم دستی من رو کشید. سردارم ببخش، انتقام گرفتن عقلت را برده است و خودت ضرر میرسانی. دوستم هستی، اجازت نمیدیم خودت را با آتش پرتویی. مرا رها کنید سردارم. سردارم کشاید دستی مرا. وعده دهی میکشویم. چه خیل وعده؟ اگر تونچر را دستگیر کنیم با یک تار موی ضرر نمیرسانی. یگان کاری غیر قانونی نمیکنی. با همین شرط میکشویم. خوب شده است. اگر خواهید به خانه برده اصل سمبوسه هم ضیافت میدهیم. خوب میدونی اگر دستگیر کرده به عدالت نسپاری، این معنی اون رو دارد که تو پلیس چیست نمیدانی. با این رتبت شایسته نیستی، میفهمی؟ همه خیلی گشتنت خوب است. خدا حافظ. سردارم کشاید دستی مرا. التماس. وعدت که مثل پلیس حرکت میکنی. یک جای میرویم. تکلیف خوب کردم. ها؟ خوب نباشد به من اجازت. سردارم وعده میدهی؟ سردارم این را از من نخواهید. این خیل باشد بعد میبینیم. اگر وی حریف الپرن را میکشت چی؟ اگر اپی هنر یکون چیز میشد؟ اگر دختراتان را در پیش چشمانتان میکشت؟ بعد اینکه از من میخواهید دادم میتوانستید؟ ها؟ دادم میتوانستید؟ با قاتل حلیمه مثل کودک شیرینی دزدیده معامله کنم اگر؟ شما همین رو میخواهید؟ ها؟ شما مگر همین رو میخواهید؟ برای یک بازیچه پسرم خودش رو چیکار کرد؟ چقدر پشیمون شده است. شرم کرده است. گفته نتوانسته مکتوب نوشته است. میگذرد اپا جان، همش میگذرد. بسیار زیق نشوید. خدایا پسری یگانه‌ام را در پناهت نگاه دار. آقای نجیب رو البته میوبند. هنر اپا باز میبینید که در همین جا دویده بازی کرده گشته است. حیف با تو مرا نشناختی. چه می شود حلیمه را از الپرین و نوربانو جدا کنم فکر میکنی؟ تو امروز چهله که زنت را به خاک سپاریدی. من هم خیل گویا دخترم را به خاک سپاریدم. من با تگ پول قاتل حلیمه را برای دستگیر کردن می روم. قاتل دخترم را. توی رو میفهمی؟ تو باشی در اینجا با قهر و غضبت بمان. ممکن که و تو راه درست را نشان دهد. ای سردارم التماس کشاید مرا. سردارم با من این رو روان نبینید. سردارم کشاید مرا. کشاید
گشاید! چی شد سردار؟ سرکمیسر یگیت نمی رود؟ کمی مشغول است. با وظیفه اداری دادم. یا خدا. امشب با ما نمی شود. او رو با میز ببندید هم نمی ایستد. رفتیم کارهایمون رو بینیم. دو گروه می شویم. جای پلا فروش آماده است؟ همه چیز آماده است. رفتیم نباشد. سردارم نروید التماس نروید مرا به این احوال نگذارید التماس کمتری دیگر موند وزیر خلاص می شود خلاص می شویم اما که دکتر دقت کنید امام جان از اینجا میبریم وزیر دهانتون رو میکشیم خودتون رو خلیص میکنید احوالم خیلی بد است خیلی بد معلش که دکتر من میروم تو رفته فریاد زن بیاری چه زن شدم که دکتر خیلی چخیلی که گفتم هوشیار باشه پلیس بودنمون رو نفهمد و اطاعت سردار تو هم یکم به عقلی نکن خوب شده سردار غم نخورید در حبسخانه نیت پوسیدن ندارم اگر تونچت فهمد که این یک دوم است الپرین را دیگر نمیابیم اگر تپرانی کند تا من فرمان ندیم آتش تمام شوید فهمیدید سردار ساعت 11:45 15 دقیقه دیگر وقت داریم همه جایش رو گیرد شروع میکنیم یگان نفر می آید کمی دیگر وقت سبیل ماند این را چهل میکشایم چهل
چیزی که گفتند مشکلی نیست که آسان نشود. آوازیر یگان کس میآید؟ حالا نه آمده است. خیری؟ نه سردار، انتظاریم. سردار انا تونچر کدامش؟ از این ها میفراید. نمایان شد. برای دستگیر کردن آماده باشید. بیا کنیتون چهر بیا ایستید نزدیکتر شود. فرمودم سردار. فهمیدم. از دست من خلاص شدن نمیتوانید تونچر. امید تو هم آهسته برو. این کس را در کجای دیدم؟ این حریف پلیس است. در اینجا چی کار میکند؟ حیوان با پلیس ها گفتی یعنی رفتیم. شما از این طرف. شما از این طرف. شما از این طرف. شما از این طرف. رفتیم. خیلی با دقت باش.
ایستد نپرانه. جای پسرم را تنها میداند. چی کار کرده؟ دست دادت. سردار باید به طرف شما می آمد. چه به طرف ما؟ به طرف شما میدوید. سردار آروم شوید. ببخشید. یعنی از دست داده دارا. بسیار خوب. اکنون تو از من هستی تمچر. از اینجا به ساحل چه روم؟ از اینجا به طرف چپ گرد بعد راست رو. تشکر. اگر تا حال امکان از دست نرفته باشد تونچر را در اینجا دستگیر میکنیم. تونچر فکر میکند در ساحل به قایق میشیند. وقتی که میبیند قایق نیست راه دیگر نمییابد. سردار این دفعه هم دستگیر کردن تمام دیگر هیچ دستگیرش نمیکنیم. دیگر راه نیست. دستگیر میکنیم. از همه خوبش تقسیم میشویم. کوچه با کوچه، کنج با کنج. با ساحل از دیگر راه رفتن نمیتوانم. خوب شده است. رفتیم. تو از این سراغ. خودی خودش. الوداع استانبول. ایستا! ایستا! نباشد میپرانم. میپرانی؟ این خیل باشد پسرت پوشیده میرود. من روم. وقتی که خلاص یافتم با تو گپ میزنم. خیر سردار. جای پسرم را گپ زن. گمان میکنی که خلاص میشوی؟ پلیس نیستی مگر وظیفت چی است؟ خودت یاب. مثل من بر این آدم ها را باور کرده میشود مگر؟ چکلی که نباشد به دستم میافتی. بعد میبینی. با کجا می رویم کپیتان؟ در آخر کپی مگر کشتی نبود؟ اوی تو را میگویم. سراسیمه نشو. اول کمی ماهی میداریم. با پای خودت به نزد اسرائیلت آمدی. فقط جانت را گرفتن میموند. چی شده اونجا؟ با من هیچ کار کردن نمیتوانی. پلیس هستی.
نباشد روزنامه ها، تلویزیون ها، هفته ها در باره تو گپ میزنند. چی شد؟ عزرائیل بودی جان میگرفتی؟ حاضر باشد تماما گپت دیگر شد. چی خیلی که میگویند با گردش فلک وقتی تو هم رسید همه کار حساب و کتاب دارد. در همه جا نقل میکنم. پلیس زد میگویند، عذاب داد میگویند. البته نقل کن البته این رو هم گوی. حالی در آن دنیا میگویی یگید؟ این یگید است. چرا در اینجا پیدا شد؟ یگید باز یکان به عقلی نکنی. با شما چی گفته بودم سردارم؟ من نمیگذارم که این پلی در بین جمعیت در بین آدمان بگردد. یگید برگرد. با یکان کار کنی الپرین را دیگر نمیابیم. سردارم با شما وعده میدهم که جای الپرین را انیق میکنم. چیکار میکند این بچه دیوانه؟ سردار چیکار میکنه؟ اگر او رو کشد چی؟ نمیکشد. چقدر دیوانه باشد هم پلیس بودنش را میداند آخر. قرار یا قطعی است میکشد او را سردار؟ نمیکشد. لیکن ما زود باید با پلیس باری خبر رسانیم. نامی قایی پرچم. ایتما سردار. بردار. کو بینیم شوشت به هوا چقدر طاقت میکند. چیکار میکنی وسواسی؟ من را میکشی. سرت من را لعنتی. پایان کو تز. مایلش بردار. خودت پایان کن گفتی پایان کردم. اول از تو. جای الپرین را فهمم. الپرین را کشتم. دکتر را هم کشتم. بعد با تو حساب و کتاب بکنم. چه خیلی که عروست را کشتم. سرده من رو لعنتی. سرده. این خیل صاف و سلامت زندگی کردن به تو حیف است. بعد از یک لحظه همه خونت بر مرز سرت جمع می شود. من تو را سر دهم؟ نه، تو را یا فلج یا اینکه یک عمری معیوب میکنم. تو از من هم دیوانه تر بوده ای. بار آخر از تو میپرسم، الپرین در کجاست؟ مرد.
ана қайық дар онҷо зуд хабар расонед. марказ қайиқи ба номи ерчандро дар назди пул пайдо кардем. такрор мекунам, қайиқро пайдо кардем. пайдо карданд. сардор зуд рафтем, зуд. یگید باز کاری نکنی که پشیمان شوی. رفتیم. بالو زند تو را وسواسی. گبزن لعنتی، آلپرین در کجاست؟ گوشو من را سرده. نباشد خوراک ماهی ها میشوی. سرده میگویم. مایلش ایستا میگویم. نه اینطور نمیشود. حاضر گبزن. شهرکه که جستجو کردید کو گبزن؟ شهرکی که جستجو کردید کو؟ خب در آنجا یک استخوانه کهنه است. پرتافته رفتگی‌اند. در آنجا است. اگر در آنجا نباشد چی؟ خدا زند در آنجا است. هم دختر و هم کودک. سردارم این سگ به گپ در آمد. جای آلپرین را گفت. گفت؟ در کجا بود است؟ در یک گستاخانه کهنه شهرک پنهان کرده است. میلش من زود یک گروه رو روان میکنم تا هم تا آمدن آره هم خاموش کرد. من از تو اینها رو میپرسم یگید تون چرگب زده است؟ بله تو با خودت یگان کس رو گیر. زود به شهر که جستجو کردیم روید. در آنجا یک استخوانه پرتافته شده است. آلپرین آنجاست. سردار شما نمیروید؟ من باید یگید رو من کنم. از حلیمه بیگناه چی میخواستی؟ آخر قصدت با من بود. حاضر تو را به نزد برادرت روان میکنم. یگید سلاح در پرتا. سلاح در پرتا. جای آلپرین را انیق کردیم. اکنون ما به این حرامی احتیاج نداریم. چی؟ یعنی فهمیده میکشی او را؟ قاتل میشوی؟ نه، دنیا را از یک پلید ناخلف تازه میکنم. قصد حلیمه را میگیرم. سلاحات را پرتا. عقلت را کار فرما. با خدا من دیوانه نشدم. نمیفهمی. تو چونین چرا میکنی؟ او ایمان تو را میگیرد. وظیفت را میگیرد. دنیات را میگیرد. آخرتت را میگیرد. تو بای میدی. او باشد بی جزا میماند. بدکرداری های کردهش بی جزا میماند. مرا گوش کن یگید. التماس به خدا. شیطان به تو گرفتن انتقام را شیرین نشان میدهد. اگر پلنگ را زیر کنی دیگر به تو به قفا برگشتن اجازت نیست. به کدام قفا؟ به کجا؟ به خاطر چی برگردم؟ این نوکه از همه چیزم را از من را بود. اکنون مردن نوبتی او. اوه سردارم، تا دیروز پسرم میگفتید، اکنون دشمنم شدید. سلاحات را پرتا نباشد. نباشد چی؟ بپراند مرا.
از آنکه یک حیات در حبس میشوی یک چند روز در بیمارخانه بودن را انتخاب میکنم. جان گپ را گفته تر دارم، اما ببخشید این پلید اکنون میمورد. نتیجه چیزی شود شدن گیرد، اما این نوگاز میمورد. مرا به این کار مجبور نکن یگید. حامیان